میرفت که تکرار بشه برای تیم پیروزی. من تصور میکنم قبل از ضربه میرزایی پرچم خط نگهدار بالا بود و این درون در سوتش تنیده بود. حبیبی مربی تیم سایپا نگران هست و پیروزی آنقدر فشار خودش. نتیجه بازی تا این لحظه 1-0 به نفع تیم سایپا هست. گل در دقیقه 23 برای میرزایی. یه بار دیگه فرصت برای پیروزی. اجدری گل. محمد اجدری همین بازیکن جوان پیروزی که مشاهده می‌فرمایید در یک لحظه موفق میشه در 36مین دقیقه پاسخگو باشه گلی رو که دریافت کرده بود از سایپا. پیروزی 1 سایپا 1. حالا فرصت برای سایپا و در یک رفت و برگشت در بین سر فرامرز میرزایی در حالی که کمتر از 1 دقیقه از گل تیم پیروزی گذشته بود در داخل محوطه جریمه میرفت که تکرار بشه برای تیم پیروزی. من تصور میکنم قبل از ضربه میرزایی پرچم خط نگهدار بالا بود و این درون در سوتش تنیده بود. حبیبی مربی تیم سایپا نگران هست و پیروزی آنقدر فشار خودش